هر کدوم از منابع که دارن پرونانسیشن یا لهجه رو احیانا درس میدن ممکن از یک سری علائم فونتیک استفاده کنن. حتی دیکشنری های خیلی معتبری مثلا لانگمن و کمبریج یا اصلا خود گوگل پرونانسیشن که تو خود سایت گوگل میزنید از یه سری علائم خاص فونتیک استفاده کرده، علائم خاصی که مربوط به خودشه، مختص خودشه. مثلا یه نگاهی بندازید به فونتیک ترانسکریپشن bird در دیکشنری لانگمن، اینجوری نوشته میشه. در دیکشنری کمبریج اینجوری نوشته میشه و در گوگل پرونانسیشن اینجوری نوشته میشه. اما منبعی که من قراره از اون استفاده بکنم و علائم فونتیکش رو بذارم برای نه تنها این ویدیو بلکه هر ویدیوی دیگه‌ای که از این به بعد در خصوص پرونانسیشن و لهجه میخوام بذارم از دیکشنری کمبریج خواهد بود، به دلیل اینکه یک منبع آنلاینه، در دسترس همه هست. مثلا شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید ممکنه که American English File کتابی باشه که ازش انگلیسی یاد میگیرید، ممکنه که American Headway باشه، اینا ممکنه که علائم فونتیکشون فرق داشته باشه با هم دیگه. یه نفر ممکنه که برای پرونانسیشن از یک کتاب استفاده کنه، یکی برای یادگیری لهجه از یک کتاب دیگه استفاده کنه. یه چیزی باشه که همه بهش دسترسی دارن و از قضا جزئیات خوبی هم داشته باشه، اون منبع میشه دیکشنری کمبریج که من میخوام از علائم فونتیک اون استفاده کنم. صداها رو توی انگلیسی آمریکایی میتونیم به دو دسته کلی vowels یا مصوت‌ها و consonants یا صامت‌ها دسته‌بندی کنیم. بذارید اول کار رو با کار سخت‌تر شروع کنیم، یعنی vowels. ما توی فارسی 6 تا vowel داریم یا 6 تا مصوت داریم: ا، ا، او، آ، او، ای. این یکی از اولین چیزایی که تو دبستانم به ما یاد دادن. ما با همین 6 تا مصوت تمامی کلمات فارسی رو میسازیم و هیچ مشکلی هم نداریم، اوکی هم هست. ولی توی آمریکایی خیلی زیادتر از این حرف هست. بذارید از یک کنار شروع کنیم ببینیم که این مصوت‌ها چی هستند. اولین مصوت با این علامت هست آ. 99% یا شاید 100% همون آ فارسیه. آ. walk. دومی یکم متفاوته. انگار یکم شیفت پیدا کرده سمت ا. ببینید آ مثل walk، مثل job. از همین اولش مشخصه که سخته، نه؟ بعداً خیلی تمرین میکنیم، فعلا صبور باشید. میبینید که برای وول دومی دیکشنری کمبریج اومده از همون وول قبلی استفاده کرده، ولی سری کتابای American English File اومدن از یک نماد دیگه استفاده کردن. در واقع دیکشنری کمبریج داره به ما میگه که از نظر من این دوتا صدا یکی هن. واقعیتش اینه که داره راست میگه. در واقع توی اکثر جاهای ایالات متحده آ با آ، یه بار دیگه میگم آ با آ، اینا یه جور تلفظ میشن، در واقع مثل دومی تلفظ میشن. یعنی شما اگر که برید شرق، نمیدونم برید غرب، برید شمال جنوب، همه جا رو بگردید، جای خیلی نادری ممکنه باشه، ممکنه که یک سری لهجه‌های خیلی خاص باشه که تفاوت میذارن موقع اجرا کردن بین این دوتا. تو اکثر جای ایالات متحده موقع اجرا یا حتی موقع شنیدن فرقی قائل نمیشن. بنابراین بیاید کلا بیخیال صدای اولی بشیم و واسه همه کلمات از صدای دوم استفاده کنیم. یعنی مثلا بگید همون job و به walk هم بگید walk. صدای بعدی این نماد داره و صداش هست ا مثل cat. صدای بعدی ای مثل seed. تا همینجاش متوجه شدید که تو دیکشنری کمبریج بعد بعضی از نمادها دو نقطه میذاره. در واقع داره به ما میگه که بعضی از صداها لازمه که کشیده باشن، اون دو نقطه بودن به این معناست. ولی من توصیه میکنم که خیلی بهش توجه نکنید، چون من نهایتا توی حالا ویدیوهای آینده، چون الان واقعا جاش نیست، تو ویدیوهای آینده بهتون میگم که کجا لازمه که صداها رو بکشید و کجا لازم نیست که بکشید، یکم کوتاه‌تر تلفظش کنید. صدای بعدی او مثل boot. بعدیش مثل bed. بعدیش او مثل now. و بعدیش او مثل no. فارسی زبونا او رو با او خیلی جابجا میگن، پس یکیش now یکیش no. اینا رو جابجا نگیرید. Now that I'm addressing
No. No. صدای بعدی I مثل high، بعدی A مثل day، oy مثل boy. همه vowel هایی که تا اینجای کار بهتون گفتم به غیر از ا بهشون میگن tense vowels، یعنی مصوت هایی که tense هستن. اگه برید تو دیکشنری نگاه کنید که tense یعنی چی، چیزی که منقبضه، چیزی که سفته و سخته. چرا اسم اینا رو گذاشتن tense؟ به خاطر اینکه موقع اجراشون یکم بیشتر نیاز بوده که عضلات دهنمون رو منقبض کنیم. مثلا من دارم لبامو میکشم به دو طرف یا مثلا بگیم ای، گوشه لبا میارم پایین‌تر ای، یا بگیم او، مثلا دهنمون رو خیلی ببندیم. بنابراین اینا انرژی بیشتری انگار میگیرن، نیروی بیشتری میگیرن از عضلات دهنمون. ولی اونایی که تنس نیستن بهشون میگیم lax vowels، یعنی اونایی که برای اجراشون زیاد لازم نیستش که دهنمون رو منقبض کنیم، زیاد لازم نیستش که لبامون رو یا زبونمون رو منقبض کنیم. اولیش، حالا اینجا مهمه چون اینا رو واقعا نداریم تو فارسی، اولیش مثل cut، cut. بعدیش مثل complain. خیلی شایع بود. دوباره میگم مثل cut، بعدیش مثل complain یا computer. توی بعضی از منابع آموزش لهجه آمریکایی اصلا اومدن این دوتا صدا رو یکی گرفتن. صدای لکس بعدی هست مثل fish، fish. توجه دارید دیگه، ای نیست، مثل tree هست مثل fish. بعدی مثل book. مگه بوک نبود؟ No, it's book. book. پس اینا همه با هم دیگه به علاوه اون لابلای اون قبلیا شدن lax vowels. از اینجا به بعد داستان یکم متفاوت میشه. vowel بعدی که میخوام توضیح بدم اینه R مثل car. چرا اینو اومدیم گفتیم که یه vowel دیگه است؟ آقا مگه این نیست به علاوه ر؟ نه دقیقا نیست. یه نکته رو توجه کنید، توی آمریکایی ر نداریم، راننده، سوارکار، ر و اینجوری نمیچرخونیم. توی این تیکه از فیلم کودا یک معلم غیر آمریکایی به اسم برناردو داره به دانش آموزای آمریکاییش میگه که ر توی اسم منو بگید ر، و این برای دانش آموزای آمریکایی سخته چون اونا ر ندارن. My name is Bernardo Villalobos. If you can't roll your R's, don't embarrass yourself and just call me Mr. V. میگیم ر. در واقع تماسی بین زبانمون با سقف دهنمون نیست. ر. این هست R. نمیتونید مرز بذارید بین آ و ر. مرزی بینش وجود نداره. باید بگید R. یعنی اگه یه نفر داره اینو تلفظ میکنه اسلو موشن فیلم بگیرید ازش، نمیتونید یه جایی از ویدیو پاز بزنید بگید آره اینجا مشخصه از اینجا به بعد داره میگه ر، دیگه آ نمیگه. نه، ر داره کم کم به آ اضافه میشه. واسه همین به این ویل ها که این اولیش بود ادامهش هم هست میگن R colored vowels. ویل هایی که با R رنگ شدن، مزین شدن. صدای بعدی اینه air. ببینید بازم همین ویژگی رو داره، نمیتونیم دست بذاریم بگیم که از اینجا به بعد دیگه داریم میگیم ر. ر کم کم به اضافه میشه. air. مثالش چیه؟ خود کلمه air، هوا، یعنی این صدا و کلمه دقیقاً به هم دیگه منطبقن. صدای بعدی or. بازم حواستون باشه که ر کم کم به او اضافه کنید. or مثل horse. صدای بعدی ear. این یک vowel محسوب میشه توی انگلیسی آمریکایی و نمادش هم هرچند دو تیک است ولی یک vowel محسوب میشه. حواستون باشه. ear.
بازم کم کم ر به ایر اضافه میشه. ایر. صدای بعدی همینجور که میبینید دیکشنری کمبریج اومده گفته که به نظر من این دوتا متفاوتن از هم دیگه، ولی سری کتابای امریکن انگلیش فایل گفتن به نظر من اینا یکی هن. اولی رو اگه بخوام اجرا کنم هست دیگه این اصلا نیست که ر بهش اضافه بشه. خب این اول داستان ر توش هست، یعنی از اول تا آخر شما ر رو با یک غلظت یکسان از اول تا آخرش میبینید. ولی دومی هست میتونیم حس کنیم که شروعشه و کم کم بهش اضافه شده. ولی اولی چی شد؟ ر از اول توش هست. مثال اولی میشه bird. بعد از ب ر شروع شده bird. ولی مثال دومیش چیه؟ mother. بذارید خودم رو یه جایی بعد the پاز بزنم. mother. اینجایی که خودم رو پاز زدم هنوز ر رو تقریبا نگفتم. mother. بعد ر کم کم ملایم بهش اضافه میشه. این تفاوت واقعا کمه و اصلا موقعی که دارید صحبت میکنید نه شنیده میشه، نه تشخیص داده میشه، نه هیچی. نه که ما تشخیص نمیدیم و نیتیو هم تشخیص نمیدن، وگرنه که اصلا کتاب امریکن انگلیش فایل جرئت نمیکرد که بگه این دوتا یکی هن. اینجا جسی پینکمن داره دو کلمه partner و remember رو که آخرشون داره رو جوری تلفظ میکنه که انگار آخر این دو کلمه هست. اینه که میگم تشخیص این دوتا صدا خیلی سخته و هر کدومو که دوست داشتید استفاده کنید. I'm not your bitch to order around. We're partners. Remember? We're partners. Remember? We're partners. Remember? یه چیزی رو تو پرانتز بگم، اگر تا اینجای کار تلفظ اینا رو میخواید اجرا کنید بعد از من، خوبه که دارید تلاش میکنید، ولی برای خیلی از اینایی که مخصوصا سخته من ویدیو جداگانه میسازم، نگرانش نباشید. صدای بعدی هست یعنی انگار همون توی بوک شده یعنی یه ر بهش اضافه شده. مثل sure. اینم تقریبا ر همون اول باش هست. و مثالش sure. یه کلمه یا ممکنه ببینید به اسم diphthongs. اینا اون ویل هایی هستن که موقع شروعشون دهنمون پوزیشن متفاوتی داره نسبت به حالتی که داریم تمومشون میکنیم. مثلا او که با با پوزیشن دهن من در این حالت شروع شده ولی در انتها با و تموم شده. او. پس ویژگی دیفتانگا اینه. او. دیفتانگ بعدیه آی، ای و اوی. اینا میشن دیفتانگا. پس این شد دسته‌بندی دیفتانگا. Are colored vowels. تنس رو شناختید و لکس رو شناختید. حالا اگه بخوام یه دور بشموریمش، اگه سختگیرانه بخوام بشموریم با رو یکی نگیریم و از اون طرف دیگه با رو یکی نگیریم، 22 تا ویل توی انگلیسی آمریکایی وجود داره. نظرم توی هر کدوم همونجور که بهتون گفتم اینه که ساده تر بهش نگاه کنیم. همه رو بگیم اول مثل job، مثل walk، مثل talk، مثل doctor، مثل clock، و توی بعدی همه رو بگیم مثل mother، مثل bird، مثل sir و غیره. با من باشید با آموزش های بیشتر. میتونید همینجا توی یوتیوب و توی اینستاگرام با من در ارتباط باشید.